در این درس خاصیت‌های لوگاریتم رو دیده می‌بریم. چیزی که ما می‌دونیم در درس گذشته گفته بودیم لوگاریتم چی است؟ لوگاریتم برعکس درجه است. مثلا ما در درجه چی می‌دونستیم؟ فونکسیه درجه نشان دهنده a درجه x برابر b. وقتی ما درجه رو یافتن خواهیم، مثلا از شما می‌پرسد 2 درجه x برابر 3 کدام درجه 3 می‌کند، ما شکلش رو عوض می‌کنیم، یعنی سوال رو دیگر ما درجه رو یافتن می‌خوایم و آن رو به شکل دیگر به لوگاریتم می‌گردونیم. و از اینجا از همین این قاعده است، یگان تئورم نیست، یگان قاعده، یعنی شکلش رو عوض کردیم برای که ما درجه رو یافتن می‌خوایم. از اینجا یکم خاصیت به وجود میاد. یکم خاصیت چی است؟ ما x رو از درجه لوگاریتم گفتیم، بیاین همین ifاده رو جای x میمونه. چی میشود؟ a در درجه لوگاریتم a b برابر است به b است، چون که b برابر است. از اینجا یکم خاصیت میاد. اگر دو این عددها یا خیلی باشند، جواب ما هم وقت به b برابر میشود. مثلا بگذار 5 در درجه لوگاریتم 5 3 اگر از شما پرسند، این جوابش به 3 برابر است، چون که این دو عدد با دیگر برابر هستند و جواب ما 3 میشود. یا اینکه با یک نمونه مثال اگر نویسیم 4 در درجه لوگاریتم 4 10 باشد، این به چند برابر میشد؟ هر دو عددها برابرند، جواب ما 10 میشود. یکم خصوصیت همین است. این خیلی مهم است، چون که این رو ما به اثبات دیگر خصوصیت ها استفاده برده میشوند. ممکن یک دوتاش نشان دهم به شما. دوم خاصیت چی است؟ این اگر ما در لوگاریتم اساس قطعی این عدد یک خیلی باشند، a داشته باشیم، جواب ما هم وقت 1 است. این اثبات این خیلی آسان است. اشما در اصل چی میپرسد؟ لوگاریتم مثلا بگذار 5 با 5 به چی برابر است؟ یعنی شکلش رو به درجه گردونیم، از ما میپرسد که 5 در درجه چی با 5 برابر است، یعنی همه وقت به 1 برابر است. اینجای علامت سوال باید هم وقت 1 شود، اینجا هم وقت 1 است. از اینجا دویم خاصیت لوگاریتم ای اگر هر دوی عددها یک خیلی باشند، جواب ما هم وقت به 1 برابر است. سوم این چی است؟ اگر ما لوگاریتم a و 1 داشته باشیم، جواب ما همه وقت به 0 برابر است. یعنی این هم از درجه می بیاید. از ما چی میپرسد؟ مثلا با مثال نویسیم لوگاریتم بگذار 7 1 باشد، این برابر چند است؟ یعنی با درجه گردونیم به شکل درجه. این چی است؟ 7 درجه چند برابر 1 است. یعنی ما میدونیم که درجه اگر 0 باشد برای کدام عدد که نباشه هم وقت 1 میشه، این برابر 0 میشه. این سه خصوصیت، اینو ساده ترین خصوصیت های لوگاریتم که از درجه می بیاد، همه اینها از درجه می بیاد. بیاین دیگر نمودارش هم ببینیم. سه تا مهم خصوصیت ها. این وقت که بین بر وقت بسیار می‌نویسن، بین عددها ضرب باشد، اونها رو ما جدا کرده میتونیم، همچون جمع تقسیم باشه، همچون تر، و اگر درجه داده باشه این درجه پی لوگاریتم آمده میتواند. اثبات یکمش رو مثلا تست یا بود ببریم چی میشد؟ مثلا لوگاریتم بگذار a درجه m ضرب n باشد. ما اینو چیکار نمی‌شیم؟ ما از یکم خصوصیت چی میدونیم؟ ما همه کدام که عدد نداشته باشم از جهت لوگاریتم نوشته میتونم. یعنی این معنی رو دارد که m مثلا اساس a اینجاست، a لوگاریتم m نوشته میتونم، m رو این برابر m میشه، من میدونم. و لوگاریتم a در اساس باشد n باشه، اینم n نوشته میتونم. بیاین در اینجا استفاده برام چی میشود؟ لوگاریتم a در بین قوس بین اونها ضرب است، a در درجه a در درجه لوگاریتم a m ضرب a درجه لوگاریتم در اساس n ضرب است. اساس های اخیر ما چیکار میکنیم؟ درجه ها رو ضرب میکرده، جمع میکرده. لوگاریتم a در درجه لوگاریتم جمع لوگاریتم a جمع n. و از اینجا خصوصیت چی رو اسم میبریم؟ اول رو اسم میبریم
از اینجا چی معلوم میشود؟ نگاه کنید از در اصل ما سه هم برای حساب کنیم. درجه اگر پایین بیاید لوگاریتم am جمع لوگاریتم an ضرب لوگاریتم a و a. ما این رو چی گفته بودیم؟ از دویم خصوصیت این هم وقت برابر یک است و از اینجا اثبات یکم خصوصیت برای این دیده برآمده. هم خیلی گفته میتونیم مثلا در مثال بینیم برای تقسیم هم خیلی طرح میشد برای درجه هم پیش میاد. مثلا در اینجا بینیم برای در مثال کار کنیم. یکم مثال بینشون جمع است. وقتی که شما اساس نبینید این هم وقت چی معنی داره؟ اساس ما 10 است. اینو فراموش نکنید. اگر یگان عدد نده باشه اینجا هم وقت 10 است و بینشون جمع اساس های یخیل است. باید دقت کنید اساس ها باید یخیل باشن. ما این رو یک جای کرده میتونیم یعنی این لوگاریتم 5 ضرب 4 نوشته میتونه طرح لوگاریتم 2 و از اینجا چی معلوم میشود؟ اینجا 20 است یعنی ما لوگاریتم 20 مینوس لوگاریتم 2 نوشته میتونیم. از اینجا که طرح هست نگاه کنید اکنون دویمش رو استفاده میبریم. در دویمش میگوید تقسیم میکنم لوگاریتم 20 تقسیم 2 یعنی این برابر است با لوگاریتم 10. لوگاریتم 10 چی میدونیم ما؟ اگر اساس نباشه لوگاریتم 10 اگر هر دوی یکخیل باشن هم وقت با یک برابر است. یعنی در اصل همین سه لوگاریتم جمع و طرحشون با یک برابر است. دویمش رو کار کنم. نگاه کنید اینها رو ما چه پیوست می‌کنیم؟ یک لوگاریتم نیست لیکن ما از این لوگاریتم نوشته میتونیم. چه نوشته می‌کنیم؟ یک کی یک میشود؟ دویم خصوصیت بینید اگر اساس قطعی این عدد هر دو عدد برابر باشند یک برابر میشوند. یعنی من به این مانند کنم من یک رو هم نوشته میتونم لوگاریتم 2 برابر یعنی لوگاریتم 3 هم نوشته 4 با 4 هم یک میشود جمع لوگاریتم 2 3. برای چی اساس 2 رو استفاده؟ چون که هر دوشون یخیل کردم میخواستم. اگر یخیل باشه پیوست کرده میتونم از روی قاعده یکمش. چی میشه؟ لوگاریتم 2 ضرب 3 این برابر میشود با وجود 2 در اساس 2 6. آخرانش هم ده برایم اکنون سیم هم نویسیم چی کنه شود؟ ما یکمش رو این که نوشته میتونیم لوگاریتم 3 5 در درجه 2 و پایان رو ما لوگاریتم 3 5 درجه مینوس 1 چون که 0 از 2 این 1 تقسیم 5 درجه مینوس 1 و اگر سیم قاعده رو استفاده بریم درجه پیش از لوگاریتم آمده میتواند لوگاریتم 3 5 میشود و در مخرج هم لوگاریتم در اساس 5 میشود. از این نگاه کنید هر دو این ifade یخیل هستند اینها رو اختصار کرده میتونیم و در آخر 2 تقسیم مینوس 1 و این برابر مینوس 2 میشود.